بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. خوشحالیم که امروز در این جلسه آنلاین با هم هستیم. امیدوارم که همه خوب سرحال و سلامت بوده باشند. علل خصوص هنرجویان رشته ساختمان، معماری و مخاطبین موضوع ترسیم برش. امروز میخوایم درباره موضوع ترسیم برش از کتاب نقشه کشی فنی رایانه‌ای صحبت کنیم. لطفاً آماده باشید تا سفری جذاب و آموزنده را آغاز کنیم. ترسیم برش یکی از مهارت‌های اصلی در طراحی معماری و نقشه کشی است. آیا تا به حال فکر کرده اید که موضوع ترسیم برش در بحث نقشه کشی چقدر اهمیت دارد؟ یا اصلاً چرا ما به این موضوع میپردازیم و به پلان‌ها اکتفا نمی‌کنیم؟ ترسیم برش نه تنها به ما کمک میکنه که بخش‌های مختلف یک ساختمان را بهتر بشناسیم و درکش کنیم، بلکه به ما این امکان را میدهد تا جزئیات پنهان در طراحی‌هایمان را آشکار کنیم. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه میتوان از طریق یک برش فضای داخلی یک ساختمان را بهتر درک کرد؟ امروز قصد داریم با هم یاد بگیریم که چگونه با استفاده از برش این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. در این جلسه به بررسی مفاهیم پایه، انواع برش و اهمیت برش در پلان بپردازیم و با هم یاد بگیریم که چگونه از این موضوع بهره گیری کنیم. اما موضوعاتی که برای این موضوع در نظر گرفته شده: آشنایی با مفهوم برش در پلان معماری، آشنایی با انواع برش ها علل خصوص برش های طولی و عرضی و بررسی اهمیت برش در نمایش فضاهای معماری است. حالا برش چیه؟ چه مفهومی واسه ما داره؟ هنگامی که صفحه برش فرضی قسمتی از یک پلان را به شکل عمودی قطع میکنه و برش از پایین ترین طبقه یعنی زیرزمین تا بالاترین طبقه انجام میگیره، به این حالت مقطع سکشن یا برش میگویند، یا به زبان فرانسوی کوپ. یه توجه هم که باید داشته باشیم در این موضوع اینه که در برش فقط ارتفاعات اندازه گیری می شوند. مثلا ارتفاع طبقات، ارتفاع جامپنا، ارتفاع در و پنجره. به این شکل زیرین توجه داشته باشین. هنگامی که صفحه برش فرضی قسمتی از پلان را به صورت عمودی قطع کنه، برای اینکه بهتر درک کنیم و متوجه این موضوع بشیم، اینه که ما میخوایم بفهمیم وقتی که برش میزنیم از یک پلان، اینکه زیر برش چه خبره، اصلا واسه چی برش میزنیم. مثلا وقتی پله برش خورده میشه، یا که اینکه دیوارها برش خورده میشن، اکابه ها برش خورده میشن، راهروها برش خورده میشن، ما در پی چی هستیم و میخوایم چه چیزی رو به دست بیاریم. در این قسمت در شکل زیرین ما یه برش الف الف داریم که به صورت خطچین نشان داده شده است. در این قسمت در این بخش که برش الف الف هست، ما باید از کجا بفهمیم که همچین برشی در پلان با چه خطوطی مشخص میشه؟ پلان طبقات نگاه کنید، اومده خط برش
که ما نشون دادیم اینجا در این بخش مشخص کرده و یه دید برشی به ما داده. جهت فلشی که اینجا تعیین شده است دید برش ماست. توی فایل های اتوکد یا نقشه هایی که به صورت دستی ترسیم میشن ما باید برش ها را ترسیم کنیم. البته نرم افزارهایی هم هستند توی بازار و موجودند که خودشون این برش ها رو ترسیم میکنند، به شرطی که شما فایل 3 بعدی یه نقشه رو به نرم افزار داده باشید. اگه فایل 3 بعدی نقشه ها رو تو بعضی از نرم افزارها ما بارگذاری کنیم برش رو به ما میده. و اما وقتی که پلان نقشه خود را میخوایم کامل کنیم، به خاطر اینکه بدونید مقاطع یا برش ها فضاهای مثبت و منفی رو مشخص میکنن را چجوری باید ارزیابی کنن، نیازمند این هستیم که یک سری برش ها رو توی پلانامون ما بزنیم. حالا ما این خط برش الف الف رو رسم کردیم، نشونم دادیم. حالا ما چجوری باید بفهمیم که خط برش رو ما باید از اینجا بزنیم؟ چه متر و معیاری داره که ما خط برش رو اینجا قرار دادیم؟ برگزیدن محل برش از اهمیت بالایی برخورداره، به گونه ای که مکان برش و این صفحه فرضی میبایست از بخشها و قسمت‌ها عبور کنه که حجم بیشتری از داده ها را از داخل ساختمون به طراح ارائه میده. در مسیر واقع شدن این صفحه، یعنی صفحه برش، این امکان وجود داره که درها، پنجره‌ها، دیوارها، پاسوها و راه پله ها علل خصوص برش بخورد و ترسیم کننده بتونه با رسم نقشه مقاطع چگونگی بریدگی آنها با صفحه برش رو ارائه بده. در این شکل ما مراحل برش عمودی یک ساختمون رو مشاهده میکنیم. برش الف الف زده شده و در شکل بعد که با فلش قرمز نشون داده شده برش کشیده شده است. با توجه به اینکه برش های ما یه اشلی دارن، مثلا پلانمون 1:100 باشه، ما بخوایم بزرگ نمایی کنیم و بهتر درک کنیم فضای برشو، مثلا مقیاس 1:50، توی بعضی از جاها مثلا مقیاس یا اشل 1:10 رو انتخاب میکنیم. در بعضی از مواقع ممکنه در نقشه ها یه وال سکشن، مثلا گفتیم که مقیاس 1/10، توی وال سکشن ها یا برش از دیوار ما میتونیم با این مقیاس استفاده کنیم تا دید بهتری رو به دست بیاریم و بتونیم در نقشه های فاز 2 اجرایی جزئیات دیوار رو ما مشاهده کنیم. مثلا اینکه یه برش از دیوار زده میشه، اینکه مثلا قسمت آجوریش هست، اندودش هست، کاشیکاریش هست، حالا تأسیسات و اتصالات، هر چیزی که از ناحیه برش خورده شده وجود داشته باشه، ما میتونیم با برش زدن اینو بفهمیم، درک کنیم. بهترین جایی که ما میتونیم از دید برش استفاده کنیم پله ها هستن، راه پله ها هستن، راه ها هستن. یعنی وقتی ما میخوایم از یه پلانی برش بزنیم، حتما باید از یه جایی برش زده بشه که
حتما راه پله توش بیفته و اونجایی که حجم بیشتری از داده ها وجود دارند واسه درک بهتر فضاهای داخلی ما باید از اونجا برش بزنیم. ما میتونیم در بعضی از مواقع در صورتی که پلان به صورت ال شکل باشه یا اینکه تحت شرایط خاصی باشه از برش های شکسته هم استفاده کنیم. توی برش اگه دقت کرده باشین اومده چی رو واسمون گذاشته؟ فقط ارتفاعات. یعنی ما این کدهای ارتفاعی رو نیاز داریم، بیشتر با اونا سر کار داریم. فقط ارتفاعات رو اومده اندازه گیری کرده، مثلا ارتفاع طبقات، جامپناه، در و پنجره ها. و یه موضوع دیگه درباره برش اینه که ما سعی میکنیم برش ساده رو طوری قرار بدیم که دید برش به سمت پله باشه و جاهایی رو بیشتر مد نظر داشته باشیم که بهمون اطلاعات زیادی از یه پلان رو بهمون میده. در یه پلان انتخاب محل مقطع از اهمیت فوق‌العاده برخوردار هستش. چنانکه که ما عرض کردیم این محل مقطع باید بیشترین داده و دیتا رو به ما بده و در اغلب موارد تعداد مقاطع لازم جهت نقشه‌های ساختمانی به وسیله اندازه ساختمان و پیچیدگی بخش‌های داخلی اونه، چون ما میخوایم جزئیات داخلی و ساختاری ساختمان‌ها رو بفهمیم و درک کنیم و این به کار مهندسان و معماران و سایر متخصصان میاد و به این صورته که ما مقطع را بهش پافشاری میکنیم. انواع برشی که توی پلانامون ما میتونیم اجرا کنیم، اولیش برش طولیه. این نوع برش در طول ساختمون انجام میگیره و معمولا محور طولی ساختمون رو قطع میکنه و باهاش سر کار داره. هدف اصلیش هم اینه که تماما یا قسمتی از طول ساختمون که ساختار داخلی، دیوارها، پنجره های موجود یا حتی راه پله و راهروها هستش رو به ما در معرض نمایش قرار میده. دومین برش ما کراس سکشنه، همون برش ارضی. برش ارضی به صورت عمود بر محور طولی ساختمونه و به نوعی از طریق عرض ساختمون بریده میشه. این نوع برش معمولا برای نشون دادن جزئیات داخلی در عرض ساختمون، مثلا نحوه قرارگیری اتاقها، دیوارهای داخلی، سقفها استفاده میشه و همچنین میتونه تغییرات سطح در داخل ساختمون رو هم مشخص کنه. برش طولی و عرضی خیلی مهمه، خیلی هم تاکید میشه، توی خیلی از پلان ها هم زده میشه. ولی فقط اینا نیستن، مثلا برش جزئی داریم. برش جزئی تنها یه بخشی پارتی از ساختمون رو کات میکنه، برش میده تا جزئیات خاص. اگه ما میخوایم جزئیات خاص، جزئیات فنی و اجرایی، مثلا واسه یه اتصالی ما بخوایم ازش بهره مند بشیم و درکش واسه ما سخته، ما از برش جزئی استفاده میکنیم، یعنی مختص یک ناحیه خاصن این برش ها. به این شکل که از محیط اتوکد گرفته شده توجه داشته باشین. ما اومدیم یه خط برش AA زدیم اینجا. حالا اینو توی محیط اتوکد اگه بخوایم مراحل رسمش رو به صورت نکته‌ای بیان کنیم، اینه که
هر جا که خط برش از اونجا رد میشه ما باید اونا رو انتقال بدیم به پایین. چجوری؟ ما اولش باید بفهمیم که ارتفاع کف تا کف ساختمونمون چقدره. مثلا 3 متر، 3.2 چنده. اینکه ارتفاع جانپناهمون چقدره. ما مثلا اگه بیایم اینجا بگیم که آقا ارتفاع کف تا کفمون 3.20، 80 هم جانپناه در نظر میگیریم، کلیتش میشه 4 متر. حالا یه خط افق ترسیم میکنیم. و این 4 متر رو با اشلی که مد نظر گرفتیم، مثلا 1:50 میایم ارتفاع میزنیم و خط انتهایی رو میکشیم. بعد دوباره میایم خطوط عمودی دیوارها، اینا که دیوارهای خارجی باشه، ما خطوط اینا رو انتقال میدیم به تا خط زمین. خطوط دیوارهای خارجیمون، این دیوار خارجی 1، این دیوار خارجی 2. حالا اینجا از اونجایی که خط برش رد شده چیا هستن؟ این قسمت به صورت خدچینه، یعنی این به صورت یک گچپوری هستش واسه خاطر اینه که توی پلان به صورت خدچین افتاده. بعدش از کجا رد میشه؟ بعد از یه تیغه مثلا 10 سانتی دیوار حموم از اینجا رد میشه. ما میایم اینا رو انتقال میدیم. بعدش که اینا رو اومدیم انتقال دادیم، میایم اون اضافه هاشو کات میکنیم، تریم میزنیم، ور میداریم. مثلا اینجا یه دری داریم، در مثلا لیوینگ روممونه، نشیمن ماست. اینجا مثلا در اتاق خوابه، مثلا اینجا در حمامه. با توجه به ارتفاعاتش که دارن بالا میاریم، عرضشون هم که معلومه. مثلا عرض اتاق خواب و عرض این دری که به نشیمن واز میشه 1 متره، ارتفاعشون هم 2.2. ما 1 متر رو آوردیم، 2.2 هم میایم بالا قطعش میکنیم. بعد ما خط سقفمون هم اجرا میکنیم. ما گفتیم که 3.20 از خط زمین میایم بالا، آفست از خط بالایی میزنیم، رسمش میکنیم. 30 سانت ضخامت سقف اونم اجرا میکنیم. بعد از که در رو رسم کردیم اضافاتش رو حذف میکنیم، نقشه ما کامل میشه. غیر از برش هایی که عرض کردیم، یه برش افقی هم داریم، هورزنتال سکشن. برشی که به موازات کف یا سقف سازه انجام میشه، حدوداً 1 تا 1.5 متر از سطح کف. این نوع برش به صورت 2 بعدی نمایش داده میشه و به عنوان پلان طبقه است که به کار میره. برش بعدی برش فنیه. این نوع برش ها برای نشون دادن جزئیات فنی و اجرایی، مثلا مانند مواد و مسائل، این متریالی که ما استفاده کردیم چی هن، مثلا جنسشون چیه، روش های اتصالی، سیستم های تأسیساتی، اتصالاتمون مثلا چجوریه. مثلا یه تیر به ستون داریم، این اتصالش چجوریه. ما اینو میایم بزرگ نمایی میکنیم با مقطع و برشی که زدیم کاملا مشخص میکنه که این اتصال چجوریه. برش های فنی توی نقشه های اجرایی به کار میرن و شامل اطلاعات درباره اندازه ها، نوع متریال و دیتیل ها هستند. بحث بعدی که میخوایم دربارش صحبت کنیم اینه که اهمیت برش در نمایش فضاهای داخلی چیه. این توی نمایش فضاهامون برش چه اهمیتی داره؟ برش های معماری ابزارهای حیاتی
هستن واسه خاطر اینکه فضاهای داخلی و خارجی ساختمون رو به ما نشون بدن و یه تحلیلی هم داشته باشن. این برش ها نمایی از بخش داخلی ساختمون رو ارائه میدن و این ارائه به مهندسان معماران کمک میکنه تا فضاها رو بهتر درک کنن، بهتر سازماندهی کنن. در ادامه به اهمیت برش در تحلیل و نمایش فضاهای معماری میپردازیم. موضوع اولش نمایش دقیق ساختار و سازماندهی فضاهاست. یکی از اصلی ترین نقشه های برش های معماری نمایش دقیق ساختار و سازماندهی فضاهای داخلی هستند. یعنی برش ها امکان مشاهده نحوه چیدمان اتاقها، راهروها، پله ها، پنجره ها و دیگر فضاهای داخلی مثلا مبلمان و اینا رو به ما میده و این به معماران کمک میکنه تا از نحوه ارتباط و دسترسی بین فضاهای مختلف مطمئن بشن. یعنی چی؟ که ارتباط بین فضاها واسه شون مشخص بشه. یعنی چی؟ یعنی که با استفاده از برش ها میتونیم نحوه اتصال و جریان بین فضاها رو به وضوح مشخص کنیم. برای مثال ما میخوایم از اتاق نشیمن مثلا کدوم سمت، آشپزخونه کدوم سمته، مثلا میخوایم بریم اتاق خواب از کجا باید بریم، از اتاق نشیمن باید بریم یا که نه چه جوریه. دومین بحث از این موضوع تفکیک فضاهای عمومی خصوصیه. این برش این امکان رو به ما میده که فضاهای عمومی مانند سالن، مانند هال و فضاهای خصوصی مانند اتاق خواب‌ها به خوبی از هم تفکیک بشن و روابط فضایی ما بتونیم بهینه‌سازی کنیم. موضوع بعدی تحلیل ابعاد و تناسباتشه. یعنی برش ها ابعاد و تناسبات واقعی فضاهای معماری رو نشون میدن که این اطلاعات برای اجرا و طراحی فضاهای داخلی خیلی مهمه. ابعاد کف‌ها و ارتفاع سقف‌ها برای ایجاد فضاهای کارآمد و راحت ضروریه که نمایش داده بشن. موضوع بعدی تناسب بین فضاهاست. برش ها به مهندس کمک میکنه تا تناسب بین فضاها رو بررسی کنه و مطمئن بشه که فضا به گونه‌ای طراحی شده که شخص مقابل احساس راحتی داشته باشه و کارایی داشته باشه این فضا واسش. دیگر موضوع نمایش جزئیات مواد و مصالحه. برش ها میتونن جزئیات مواد و متریال مورد استفاده شده در ساختمون رو نشون بدن. این اطلاعات واسه تصمیم گیری در مورد انتخاب مواد و بررسی نحوه عملکرد آنها در کنار هم لازم و ضروریه. برای مثال برش ها میتونن لایه های مختلف دیوار رو نشون بدن. مثلا یه دیوار حموم داریم، یه تیغه 10 سانتی داریم، ما میخوایم اینو با جزئیاتش نشون بدیم. توی پلان اینا امکان پذیر نیستش. وقتی ما برش میزنیم اون وقتی که ما میفهمیم که آقا این تیغه 10 سانتی مثلا با آجر فشاری فلان موجوده، بعد اومدیم آیه قاریش هم که مشخصه تا چقدر بالا اومده، مثلا 20 سانت روی دیوارا کشیده شده، بعدش مثلا اندود شده، بعدش مثلا اومده کاشیکاری شده و یا تاسیسات هم که روش نصب شده باشه، با برش میتونیم اینا رو ما درک کنیم و مواردی از این قبیل. و همچنین میتونن نوع و ویژگی های مواد مورد استفاده شده در ساختار دیوار و کف و سقف و اینا رو به ما نشون بدن. خب با توجه به موضوعاتی که در این
بحث ما بهش اشاره کردیم و در این جلسه ما حول 3 محور حرفامون رو زدیم. اولیش این بود که اصلا برش چه مفهومی واسه ما داره، چه کمکی به ما میکنه توی نقشه ها. دومیش اینه که ما چند تا برش داریم، از کدومشون کجا استفاده میکنیم، کدومشون اهمیت زیادی واسه ما دارند. موضوع دیگه درباره اهمیت برش ما صحبت کردیم که برش ما چه اهمیتی داره، چرا ما به این موضوع و مبحث بپردازیم. سرانجام ما با توجه به موضوعاتی که اینجا صحبت کردیم دربارهش یه تمرینی هم گذاشتیم. یعنی شما باید از یک پلان ساده باید تحلیل کنید و یه خط برش بزنید و این نقاطی که شما احساس میکنید با توجه به گفته های این جلسه، کدوم نقاط مستلزم اینن که برش خورده بشن. فقط تحلیل این که کدوم نقاط نیازه که برش خورده بشن و جهت دیدشون به کدوم سمت باشه، فلشمون به کدوم سمت باشه که به ما بیشترین کمک و کارایی رو داشته باشه. و اما موضوع آخرمون سوالاتیه که در انتهای این جلسه ما از هنرجویان گرامی انتظار داریم که بهشون پی برده باشن، اول آشنا شده باشن، درک کرده باشن موضوع و بفهمن که مفهوم برش چیه. انواع برشی که نام بردیم ذکر کنن که انواع برش چیه، حرف زدیم دربارش: برش طولی، برش عرضی، برش افقی، برش فنی و برش های دیگه. اینکه برش طولی و عرضی چیه، تا چه حد آشنا شدن باهاش، میتونن یه مختصر نوتی برداشته باشن و اینو به ذهنشون بسپارن که برش طولی چه اهمیتی داره، برش عرضی چه اهمیتی داره، چه فضاهایی رو در اختیار ما میده. از یه راه پله ما بخوایم برش بزنیم، مثلا برش طولیش به چه نحوی میشه، برش عرضیش به چه نحوی میشه. و اینکه سوال آخر، اهمیت برش در پلان رو بتونه بیان کنه. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که این اطلاعات مفید فایده بوده باشه واسهتون. شما رو به خدای منان میسپارم با این سخن که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خیلی ممنون.